فقط 4 تا مکمل بتونم انتخاب کنم. اولی کراتین هستش. 5 گرم قبل و بعد تمرینتون میتونید مصرف کنید برای افزایش قدرت، ریکاوری، بهبود عملکرد مغز و سلامت قلبتون هست. اگه فقط یه مکمل بخوام انتخاب کنم قطعا اون کراتینه. شماره 2 امگا 3 میتونید بعد از وعده غذاییتون مصرف کنید. برای عملکرد مغزتون خوبه، سلامت قلب و کاهش التهاب. راستی امگا 3 مثل روغن موتور میمونه برای بدنتون. شماره 3 ویتامین D3 میتونید با امگا 3 مصرف کنید یا با برخی از چربی‌های سالم. سیستم ایمنیتون رو تقویت میکنه، هورمون‌هاتون رو ساپورت میکنه، از استخوناتون محافظت میکنه و اکثر آقایون دچار کمبود این ویتامین هستن ازش خبر ندارن. و آخری منیزیم. 1 ساعت قبل خواب مصرف کنید. فوق‌العاده است برای ریکاوری، استرستون رو مدیریت میکنه و باعث بهبود کیفیت خوابتون میشه. اینا برای قلب، مغز، استخوان‌ها و مفاصلتون و عضلاتتون خیلی مفیدن. در صورتی که سبک زندگی خوبی داشته باشید. شما برام کامنت کنید کدوم براتون اولویته.